به نام حق. تو درس استاتیک جلسه 8 ما میخوایم یه مسئله راجع به مرکز ثقل حل بکنیم، چون واقعا در زندگی روزمره یک انسان فنی و مهندس این به دست آوردن مرکز ثقل خیلی لازم و واجب هست. بعد تو مسائل خیلی ما نیاز داریم که یه مقطع هست تحت خمش قرار میگیره یا پیچش قرار میگیره که مرکز ثقلش کجاست، اون جای تار خنثی کجاست. این خیلی پرکاربرد هست. بعد تو برای ممانی انرژی باید ازش استفاده کنیم. این خیلی کاربرد داره. رو همین است ما مجبوریم که یک مسئله کاملی رو اینجا حل کنیم. یک این چنین شکلی. ببینید الان یک سوراخ نیم دایره‌ای کامل اینجا زده شده به شعاع 20. تصور کنید یه مثلث چسبونده شده اینجا و یه مستطیل هم اینجا بوده. یعنی یه مستطیل اولیه داشتیم، یک دایره از داخلش سوراخ کردیم، خالی کردیم، حالا یه تکه مثلث هم بهش چسبوندیم، شده یه شکل. میخوایم ببینیم دقیقاً مرکز ثقل این شکل کجاست. فرض کنید یه MDFی رو ما اینجا نیم دایره‌ای ببریم، با CNC کلا این مسیر رو ببریم، جداش کنیم. حالا ببینید میخوایم بذارم روی یک تکیه‌گاه قرارش بدم که مثل یه سر سوزن تکیه‌گاهش باشه، اینجا وایسته و تعادل خودش رو حفظ کنه، نه از این ور بیفته نه از این ور، نه از اون ور، نه از اون ور. پس مرکز ثقلش میخوام ببینم کجاست. برای حل این مسائل مراحل رو زیر مراحل حل این مسائل، مراحل حل مسائل مرکز ثقل، اشکال ترکیبی. به چه فرم؟ یک، تجزیه شکل، تجزیه شکل به اشکال هندسی مشخص. روی این شکل یه مثلث، یه نیم دایره کنده شده و یه مستطیل کامل و نامگذاری. خب نامگذاری: یک مستطیل، دو مثلث بهش چسبیده، سه یه نیم دایره ازش در اومده. سه به دست به دست آوردن مرکز ثقل تک اشکال نسبت به محور x و y و محاسبه مساحت اشکال. سه، استفاده از فرمول ها. خب اینا قبلا فرمول ها بهتون گفتیم. خب الان برای اینکه این شکل بفهمیم مرکز ثقلش کجاست، یه مستطیل در نظر گرفتیم شماره 1، یه مثلث در نظر گرفتیم شماره 2، یه نیم دایره کنده شده در نظر گرفتیم شکل شماره 3. مساحت شکل 1 ما که یک مستطیل هست، یه زلش 50، یه زلش هم تصور کنید ببینید کلش 70، یه 20 نداره، پس کلش 90، یه 20 نداره، میشه 70. پس 70 ضرب 50 میشه 1200 مساحت مربع. مثلا میلیمتر، متر، هر چی میخواید بذارید واحدشو، مهم نیست. A2 چیه؟ یه مثلثه. نصف قاعده ضرب در ارتفاعش همین 50 دیگه، میشه 1/2 ضرب در میشه 500. اما یه نیم دایره هست، اگه دایره بود میشد پی R2، چون نصف دایره هست میشه پی دوم R2. از اینجا جایگذار کردیم شد 200 پی. حالا ایکس سنتریک شکل 1 یعنی اینو خیلی دقت کنید، فاصله مرکز سطح شکل شماره 1 از محور ایگرگ. شکل شماره 1 یه مستطیله، میخوایم اینو از محور ایکس سنتریک از محور ایگرگ چقدر داریم؟ حتما میشه نصف این زل. این زل چنده؟ 70. نصفش میشه چند؟ 35. من اشتباه نوشتم، 25. ایکس سنتریک میشه 35. خب برای شکل شماره 2 ایکس سنتریک فاصله مرکز سطح، بذار من این قسمت پایین پاک کنم، اینجوری فکر کنم راحت تر به دست بیاد.
x سنتریک شکل 2 فاصله مرکز سطح شکل شماره 2 از محور y. خب یه 70 تا اینجا داریم، پس می‌نویسیم 70 و علاوه یک h سوم، این چند 20 تقسیم بر 3 پس میشه 23. میریم سراغ x سنتریک شکل شماره 3. ببینیم فاصله مرکز سطح شکل شماره 3 از محور y چنده؟ یه 25 تا، این هم یک 20 تا میشه 45 تا. 45. پس یه 20 تا، این هم 25، 20 و 20 40، 40 و این هم چی میشه؟ پس شد چی؟ x سنتریک شکل شماره 3 یعنی این نیم دایره، یه 25 تا اینجا داریم، یه 20 تا اینجا میشه چی؟ 45. y سنتریک شکل 1 فاصله، اینو دقت کن، فاصله مرکز سطح شکل مستطیل از محور x چقدر بریم بالا برسیم وسط؟ 25. 25. y سنتریک شکل 2 فاصله مرکز سطح شکل شماره 2 مثلث از محور x h سوم میشه. h چند اینجا؟ تو این حالت، تو این راستا دیگه میشه 50 سوم، یعنی h سوم دیگه میشه اینجا. خب y سنتریک شکل شماره 3 این یک نیم دایره هست. اگه یادتون باشه نیم دایره میشه چی؟ 4r روی 3 تا p. پس میشه 4 ضرب در 20 تقسیم بر 3 p میشه 80 تقسیم بر 3 p. اینو سعی کنیم به همین حالت p نگرش دارید، چون بعدا روی با مساحت ها توی فرمول از بین میرن. اما فرمول ببینید x بار مساوی است با x سنتریک 1 a1 به علاوه x سنتریک 2 a2 به علاوه x سنتریک 3 a3 تقسیم بر a1 به علاوه a2 به علاوه a3. پس x بار میخوایم به دست بیاریم مساوی میشه با خط کسر x سنتریک شکل شماره 1 35 a1 1200 منها، یادتون باشه مثبت، اینجا رو مثبت عذرخواهی میکنم، سومی میشه منها، دومین x سنتریک شکل شماره 2. یه بار دیگه تکرار کنیم، فاصله مرکز سطح شکل شماره 2 از محور y یه 70 تا، چرا؟ چون 25 تا اینجا، 5 تا اینجا، 30 تا اینا، 40 تا 70 تا، یه 70 تا به علاوه h سوم برای 20 سوم. پس 70 به علاوه 20 سوم در مساحتش به دستش آوردیم دیگه 500 یک دوم 20 ضرب در 5 منها، چرا؟ چون این نیم دایره کنده شده از این سوراخ تو خالیه. x سنتریک شکل شماره 3 45 ضرب در مساحت شکل شماره 3 200 p تقسیم بر بله x سنتریک فاصله درسته تقسیم بر 1200 به علاوه 500 مثلث منهای 200 p. اما y بار چی میشه؟ y سنتریک شکل 1 a1 به علاوه y سنتریک 2 a2 به علاوه y سنتریک 3 a3 تقسیم بر a1 به علاوه a2 به علاوه a3. فقط تو ذهن اون علامت a3 رو منفی در نظر میگیریم. اما حساب میکنم y بار مساوی هست با y سنتریک شکل 1 25 یعنی چی؟ شکل شماره 1 یعنی مستطیل چقدر بریم بالا میرسیم مرکز ثقلش؟ یعنی 25 تا ضرب در مساحتش 1200 اونجا به دست آوردیم به علاوه y سنتریک شکل 2 50 سوم مثلثه هست
50 ضرب در مساحتش هم شد چند؟ 500. منها چرا؟ چون اینجا سوراخه. منها ایگرگ سنتریک شکل 380 تقسیم بر 3p ضرب در 200p تقسیم بر 1200 به علاوه 500 منهای 200p. این هم شد یک مسئله کاملا جامع مربوط به مرکز ثقل. خسته نباشید.